سلام، وقت شما بخیر. خدمت شما مخاطبای عزیز. دوستان، شب گذشته فرانس فوتبال لیست 30 نفره نامزدهای توپ طلا را بیرون داد و از بین از 30 نفر باید یک نفر برنده توپ طلا شود. یک نکته خدمت شما به عرض برسانم که لیست ابتدایی هست و این لیست یک بار دیگر آپدیت و جدید خواهد شد تا مراسم اهدای جایزه توپ طلا که در 28 اکتبر نزدیک 50 و چند روز فاصله داریم اگر اشتباه نکنم. یک بار دیگر لیست نهایی توسط فرانس فوتبال بیرون داده خواهد شد و با افراد بسیار کمتر که از بین اونها برنده توپ طلا مشخص خواهد شد. و این نکته هم خدمت شما به عرض برسانم که رقابت اصلی در جایزه برنده توپ طلا بر سر از توپ امسال بین 4 بازیکن کیلیان امباپه و رودری بازیکن منچستر سیتی، جود بلینگام و همچنین وینیسیوس جونیور هست که به احتمال بسیار فراوان به نظر شخصی من وینیسیوس جونیور برنده توپ طلا خواهد شد و ببینیم چه اتفاقاتی صورت میگیره در 28 اکتبر. اتفاق دیگری که رخ داد دوستا در رابطه با غایبین لیست شب گذشته بود که بسیار در فضای اجتماعی و فضای ورزشی واکنش‌های بسیار متفاوتی را در بر داشتن، مخصوصا غیبت نام کریستیانو رونالدو و لیونل مسی، دو برسرای دنیای فوتبال که پس از 21 سال دیگر نه اسمی از کریستیانو رونالدو و نه اسمی از لیونل مسی در لیست ابتدایی فرانس فوتبال دیدن نمیشه که بسیار اتفاق عجیبی هست. دو بازیکنی که نزدیک 15 16 ساله در واقع استیج توپ طلا و دنیای فوتبال را در تصویر خود قرار داشت، دیگه میبینیم که فعلا اثری از نام اینها در لیست ابتدایی هم حتی نیستن. لیونل مسی با 8 بار برنده شدن در توپ طلا و 16 بار حضورش نام در 16 بار نامش در لیست ابتدایی و نهایی که یکی از پر افتخارترین بازیکنان دنیای توپ طلا هست میبینیم که نامش نیست و همچنین کریستیانو رونالدو که با 5 برنده شدن در توپ طلا و همچنین 18 بار حضورش در لیست ابتدایی و نهایی میبینیم که نامشون نیست. غایبان دیگری که بسیار فوق العاده در این لیست دوستا سر صدا ایجاد کرده و واکنش‌هایی را در بر داشته، غیبت رودریگو بازیکن برزیلی رئال مادرید هست که فوق العاده دیگه سایت‌های ورزشی جهان روی زمین می‌پردازه چرا فرانس فوتبال این بازیکن را در لیست حداقل 30 نفره خود قرار ندادن با توجه به او کارکردهایی که در سال گذشته برای رئال مادرید کردن. چطور نام ازی در لیست ابتدایی صورت در واقع قرار نگرفتن؟ مثلا از دیبروینه، محمد صلاح، جمال موسیلا، فاندایک و لواندوفسکی هم کسایی بودن که در سایت‌های بزرگ ورزشی به عنوان غایبان اصلی لیست ابتدایی یاد میشدن. مثلا خیلی ها از حضور بازیکنان همچون هاکان چهان اغلو، ویلیام سالیبا و همچنین ویتینا بازیکن پاریس سن ژرمن، کول پالمر بازیکن چلسی که فصل گذشته و جز یک چند بازی که برای چلسی انجام دادن دیگه اصلا حضور موفق نداشتن، میگه که حضور اینها در لیست 30 نفره با چی منطق هست که مثلا رودریگو، دیبروینه و محمد صلاح و جمال موسیلا در این لیست جای نگرفتن. یک چیزی هست که در فضای اجتماعی فوق العاده دست به دست میشه. خب رئال مادرید با 7 نامزد در لیست 30 نفره یکی از تیم‌های پیشتاز هست که کروز، کاراخال، بلینگام، وینیسیوس جونیور، والورده، رودیگر و امباپه بازیکنان هست که از رئال مادرید در این لیست قرار دارن و منچستر سیتی با 4 نماینده دومین تیم هست، هالند، فیل فودن، روبن دیاز و رودری 4 نامزد منچستر سیتی هست. بارسلونا هم با 2 نامزد در بخش بزرگسالان که دنی اولمو و لامین یامال هست. در کل خدمت شما عرض کنم در تیم ملی در لیست 30 نفره نامزد توپ طلا از لالیگا 10 بازیکن حضور داره که میبینیم 7 تایش از رئال مادرید هستن، 2 بازیکنش از باشگاه بارسلونا هست که دنی اولمو و لامین یامال هست، 1 بازیکن از خرونا که فعلا در اتلتیکو مادرید هست، آرتیم دوبویک هست و 1 بازیکن هم نیکو ویلیامز از اتلتیکو بیلبائو هست. 10 بازیکن از خدمت شما عرض شود که از لالیگا هستن و همچنین از لیگ برتر جزیره هم 10 بازیکن هست که 4 بازیکن از منچستر سیتی هست، دو تا از لیست شامل رودری، هالند، فیل فودن و روبن دیاز هست، 4 بازیکن از آرسنال، ویلیام سالیبا، بوکایا ساکا، مارتین اودگارد و دکلان رایس هستن که میشه تقریبا 8 بازیکن و 1 بازیکن هم از استون ویلا هست که میلان مارتینز سنگربان آرژانتینی هست و همچنین کول پالمر از چلسی هست که خدمت شما ارائه کردم آمار. اما در بخش باشگاه ها هم که 5 باشگاه نامزد برنده شدن در این جایزه هستند. دورتموند به خاطر حضورش در فینال لیگ قهرمانان فصل قبل، خرونا به خاطر کسب عنوان در واقع کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا در لالیگا، بایر لورکوزن به خاطر برنده شدن در بوندسلیگا آلمان، رئال مادرید به خاطر برنده شدن در لیگ قهرمانان اروپا و لالیگا و همچنین منچستر سیتی به عنوان
تیمی که در لیگ برتر جزیره قهرمان شدن، اینها باید که بر سر بهترین باشگاه دنیا رقابت بکنن. خب در بخش زیر 21 سال هم دوستای عزیز، همونطور که در پست های خود ما ماندم خدمت شما، به احتمال زیاد خب لامین یامال یکی از بازیکنان است که به احتمال زیاد برنده جایزه کوپا خواهد شد. و البته یک نکته خدمت شما به عرض برسانم که لامین یامال به عنوان جوانترین بازیکن دنیای فوتبال لقب گرفت که نامش در لیست 30 نفره نامزد توپ طلا هست با 17 سال و این رکورد قبلا در اختیار که کیلیان امباپه بود در سال 2017 با 18 سال سن، که لامین یامال تونستن که از کیلیان امباپه پیشی بگیرن و ما باید منتظر باشیم که لیست نهایی اعلام شود و لیست نهایی کدام بازیکن خواهد بود. قطعا از افرادی که لیستش بیرون داده شده چند بازیکن حذف خواهد شد و در آخر دیگه یک نفر برنده خواهد شد، هم در بخش بزرگسالان و هم در بخش زیر 21 سال. انتقادها زیاد است دوستای عزیز و بعضی واکنش‌ها در رابطه با بعضی بازیکنان دیگر که شما طرفدارش هستین هم ممکن است که شایسته از این بود که نامشون در لیست 30 نفره قرار بگیره، اما فعلا خب نگرفته. مراسم فرانس فوتبال در 28 اکتبر در دو شاتل پاریس برگزار خواهد شد و امیدوار هستم که یک مراسم فوق العاده و هیجان انگیز را شاهد باشیم. دیگه دوستای عزیز، نمیخوایم که ویدیو زیاد طولانی شه. این بود از اطلاعاتی در رابطه با مراسم توپ طلا. تا ویدیوهای دیگر خدا نگهدارتان. دوستا لطفا از یاد نبرید لایک، کامنت و فالو را و ان شاء الله منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. تا ویدیو دیگر خدا نگهدار.